سلام و خوش اومدید به این ولاگ ما. امروز من آمدم سایبر تراک معروف تسلا رو ببینم که به نظر من خیلی خشنه و من اصلا دوستش ندارم راستشو بخوای، ولی چون فقط تو آمریکا الان تو شو هست و میشه دیدش، گفتم شاید واسه شما هم جالب باشه بهتون نشون بدم. این ماشینه، چرخاشه، همه توش نشستن دارن عکس میگیرن. خیلی خشنه و دستت هم میخوری روش، زود کثیف میشه. اینم پشتشه. البته من فکر میکنم مدلایی هم داره که پشتش اینطوری نیست، نه مطمئن نیستم. چیزی که به نظر من خیلی جالبه، وقتی میخوای درشو باز کنی اینو فشار میدی. حالا الان زایمو نکن، باز شد دیگه. ها باز شد، بعد باز میشه و اینطوریه توش. این فرمونشه. بعد اینجا میتونی سیتینگ های مختلف داره، میتونی دوربین داره، دور ماشین رو فیلم میگیره، آتو پایلت داره اگر میخوای خود رانندگی نکنی. بعد چراغا داره، خیلی آپشنای زیادی داره دیگه. ناویگیشن میکنه برات تا یه حدی که میخوای بری. وای فای داره، چه قشنگ. بلوتوث داره. کلا آپشنای جالبی داره و میتونی حتی چیز کنی، مثلا آتیش بذاری، کوزی، شومینه روشن کنی. چقدر جالب. من شومینه روشن کردم. بعد میتونی حتی حس خوبی ایجاد کنی. دیت بیایید با سایبر تراکتون بیرون. آهنگم میتونی بذاری. هیچی دیگه. بعد آپشن های مختلف داره. اینجا میتونی هر کی بشینه میتونه صدای چیز میاد، همون که شنیدید الان. بعد لایت شو داره که الان نمیشه روشون داد. جالبه، کلا چیزای باحاله. اینم مارس داره، جالبه. من دیگه برم که همه دارن عکس میگیرن. اینم سقفشه. در ما ببندیم. کلا هم مثل بچه های چیز کوچولو گذاشتن. اینجا می رباته. تصور کنید بعدها واقعا این ربات ها زندگی ما رو دستشون دارن ها. ترسناکه، ولی ترسناک. اینم از سایبر تراک. شما نظرتون چیه؟ شما دوستش دارید؟ تسلای قدیمی هم که اینطوری بود که دیگه اینا رو همه میشناسن. فکر کنید این دیگه قدیمی شده، ولی من اینا رو بیشتر دوست دارم. اینم صندوقه. این ماشین سایبر تراک چینیه، چه بلند حرف زد. این ماشین سایبر تراک هولوشن از $100,000 به بالا شروع میشه و رنجی که میتونی باهاش رانندگی کنی وقتی که شارژش میکنی روز 340 مایله. یعنی وقتی شارژش میکنی بعد از یه ساعت و ربع، یه ساعت و ربع طول میکشه، میتونی 340 مایل بری. جالبه نه؟ ولی من دوستش ندارم. کلا به نظر میاد خشنه و خیلی خوشگل نیست و جا دستت هم همه جاش میمونه. ولی کلا تسلا جالب هست ولی مورد پسند من نیست. ولی گفتم به شما هم بیام اینجا نشون بدم و امیدوارم از این ویدیو خیلی کوتاه خوشتون اومده باشه. در ولاگ بعدی میبینمتون.